بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران علی اسلام، قبل از همه در این روزی سعید، روزی مبارک و با برکت و روز اجابت دعا کنیم پروردگارا. امروز جمعه و همه روز و همه وقت ما رو مبارک با برکت پروردگارا. در این روز سعید جمعه گذشتگان همه ما رو رحمت مغفرت، قبرهایشان رو با نور رحمتت منور، روحهایشان رو شاد بگردان پروردگارا. در این روز سعید جمعه و روز اجابت دعا همه این دستی امید به سوی خودت برداشتگان را عمری درازی به درد با برکت، کامیابی های دائمی، سعادت دارین نصیب روزی بگردان پروردگارا. مدت هست استوها مهنت و زحمت کشیده ایستادند و مبلغ گذارها مبلغ گذاری میکنند پروردگارا. در عوض این همه مهنت و زحمتشون و این سهم گذاشتگیشون و سهمی که گذاشتند و میگذارند برایشان برکت و عزت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت بگردان پروردگارا. در این روزی اجابت دعا، روزی سعید جمعه، کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار پروردگارا. در این عصر فتنه کشور ما را از تمام فتنه و آفت و ضرر و خطر در پناه عصمت خودت نگه بدار و فیض و خیر و برکتت را دائمی و ارزانی و همیشگی بگردان پروردگارا. پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور و اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفق بگردان. همه این حاضرین به امیدخانه آمدند و دست امید به سوی خودت برداشته‌اند. هر یک امیدها و آرزوها و نیتهای نیک دارند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. تمام بیماران اهل اسلام را شفای کامل و عاجل عطا فرما پروردگار. قرضداران را از قرض و خجالت نجات بده، مشکلی داران را مشکلی هایشان را برطرف بگردان پروردگار. در مهاجرت مهنتی بدگی، در خارج کشور بدگی، هموطنان عزیز ما را در کسب و کار و مهنت و زحمتشان برکت دائمیت نصیب و روزی بگردان. سالم و غانم و با عزت و با برکت به نزد پیوندان بر بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران علی اسلام، نمازگزاران محترم، موعظه امروزه ما تربیه و تعلیم فرزند، رسالت انسانی و ایمانی پدر و مادران هست و همین موضوع موعظه داریم. واقعیتی که هر روز به چشم سر میبینیم، واقعا هم هر پدر و مادری که فرزندان رو تربیه کرده باشد بسیار خاطرجمع و با عزت و با برکت زندگی دارد. خصوصا وقتی که اون پدر مادر پیر می شود و فرزندان تربیه کرده دارد، اگر برجامانده و خسته و بی‌مدار هم که شود، حالا میبینید که فرزندانی تربیه کرده دارد، اون فرزندا بالای چشم دیده وقتی که این پدر و مادر رو میبردارن، احساس پیری، احساس ناتوانی، احساس برجاماندگی نمیکند. به خاطر که فرزندانی تربیه کرده و فرزندانی با آداب با اخلاق این همه رو دارد و این فرزندا که بالای چشم دیده میبردارند پدر و مادر رو که احترام میگذارند، ولی احساس پیری نمیکند. در مقابل این خدای نکرده اونایی که در تربیه فرزند بی‌پروا میباشند، متاسفانه و بدبختانه بعضی از پدرای هستند که یک نوشیدنی و یک کشیدنیش رو از فرزند و از زن و از اهل و خانواده و از همه بالا برتر میداند، یا یک کیف و صفا و عیش عشرتش رو از زن و از فرزندو بالا میداند. انا همین است بدبختی که فرد وقتی که پیر شد دیگر اون فرزندو پروای اون پدر یا اون مادر دیگر ندارند، میبرن میپرتوین، سالش قطعی سراغش نمیکنند
اگر تربیه میکرد فرزندان رو، این فرزندها این پدر و مادری برجامانده پیرش رو میپرتو. لیکن متاسفانه دیروز یک جوان نزد من آمد گفت دوملو یک علاجش میشد که پدر من رو دعوت میکردید یک نصیحت میکردید. گفتم چی مشکلی داری؟ گفت خردسال بودم هر وقت چی گرمی و چی سردی سیمیچکا فروشی در کوچه ها پیشم میکرد. بگه پول رو میشمارید میگرفت از دستم بپرگید. در کودکی عمر رو چنین گذرانیدم. حالا قریب 30 و چند ساله شدم. پروای زن دادن من هم نیست. میلی حالا که دیگر من رو زن نمیدید میلش. هیچ پروای خانه و پروای فرزند ندارد. فقط از پشت عیش عشرت خود هست. چیکار کنم؟ من گفتم مادرم. گفت مادرم هست. مادرت چی؟ گفت مادرم همین نمیدونم. گفت اون وسواس است چیه؟ فقط از پشتی فالبینو همین جادوگرا چیزی که دارد میبرد میتیاده و فقط خطی همونو سر کار دارد. دیگر ما چند فرزند نمیدونیم چیکار کنیم. همه آواره و ناکامیم. ببینید حالا این شکایت این فرزند به اساس نیست. حالا هر چی که از دستش بیاد زیان و ضرر به اون پدر و مادر میرساند. روزش میاد چنین میشود، مجبور میشود. با زبان خود گفته شده است که چیکار کنیم؟ ناچار و ناعلاج ماندیم. یعنی فکر خدا نشان ندهد. و هرچند که ما نصیحت کردیم که نه پدر است، هر چی که باشد نباشد، هر کاری میکند نمیکند، پدر و مادر رو احترام بگذارید. یعنی انشاءالله پروردگار از جهت از طرف دیگر به شما سعادت و عزت و کامیابی ها میدهد. وقتی که شما خیرخواه میشوید، بگذار پدر خیرخواه شما نشد، شما خیرخواه پدر و مادر شوید. در همین صورت پروردگار از طرف دیگر، از جهت دیگر برای شما کامیابی و عزت میدهد. لیکن گپ سر اون میرود که وقتی که این پدر و مادر پیر شد، دیگر این فرزندو خدا نشان ندهد من دیگر پروای این پدر و مادر پیر ندارم. چرا؟ به خاطر که میگه حالا این گفته شده است که از خوردی من رو پیش میکردن، سحر بگو پول رو میشماریدن میگرفتن، تمام. حالا هم که باشم 30 و چند ساله ناکام بزن آواره و سرگردانم. این همه آزار و آسیب دیدگیشون یعنی پیش رویشون میآید. نسبت فرزندان بیرحمی نکنید. نسبت فرزندان ظلم نکنید. این ضرر کلان میارد، ضرر بزرگی میارد، پشیمانی میارد. حالا چنین مناسبت ها هست که بعضی از جوانان رو به گروه های افراطی میبرد. وقتی که از پدر و مادر مهربانی و دوستی نمیبیند، در خانه دوست پیدا نمیکنند، در خانه پدر و مادر براش دوستی نمیکنند و در بیرون دوستها میکوبد، خدا نشان ندهد و در دهن اون سگها برود. چگونه استفاده بدی نمیکند این جوانان رو. اکثریتی کلی همونایی که به گروه های افراطی رفتن خونه آرام نداشتن، پدر و مادر نصیحتگر نداشتن، پدر و مادر مهربان نداشتن، در خانه آرامی ندیدن، در خانه پدر و مادر مهربان نداشتن. برای همین رفتن به خطر، رفتن با گمان که چیزی به دست میارن، پولی که میارن یا نمیارن، رفتن به خطر رفتن. اگر پدر و مادر مهربان باشد نسبت فرزند، من در صحبت‌های پیشین هم گفتم، در صحبت‌های موعظه‌های پیشین هم گفتم که اگر فرزند، حالا که این پدر ناباب است، اگر فرزندم ناباب باشد یا حتی پدرم ناباب باشد، فرزند باید دعای جانی اون رو نکند. باید بگید پروردگارا پدرم رو هدایت کن، برکتش بده. فرزند نالایق ناباب رو هم باید پدر یا مادر نگوید که جان مرگش کند، جگراش بریزد، خدا رسوایش کند، بدبختش کند، دعای بد نکند. باید پدر و مادر پیش امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رفت، شکایت از فرزندش کرد. گفت فرزندم این است، فرزندم اون است، دیگر است، دیگر است، دیگر است. امیرالمؤمنین پرسیدند که فرزندت دعای بد میکردی؟ گفت خب دیگر زورم می آمد. گفت به دست خودت، گفت به آتش انداخته ای فرزندت رو، خودت فرزندت رو ناکام کرده ای. گفت چی میگفتی؟ میگفتم خدا بزندت، خدا رسوایت کند، خدا جزایت رو بدهد. خب دیگه گفت به دست خودت فرزندت رو هلاک کرده ای. برای همین
حتی فرزندی بد رو، برادری بد رو، حتی دوستی بد رو، همسایه بد رو باید دعای بد نکنی. دعای بد نکنید هیچ وقت. بگید پروردگار رو هدایتش کن، پروردگار رو هدایتش کن و برکتش بده. شما مراجعت به کی میکنید؟ به خالق همون فرزند نوبوب یا پدر نوبوب. صاحب قلب اون کی هست؟ خالق قلب اون کی هست؟ قلب اون در اختیار کی هست؟ در اختیار همون خالق اون قلب. و خالق اون قلب قادر به اون است که اون قلب رو تغییر بدهد 100%. تغییرش میدهد به یک فرزند صالح، به یک فرزند بی سببی پروردگار قادر است که اون رو تغییر بدهد به یک فرزند نیک، فرزند صالح، پدری نیک، پدری خیرخواه. هیچ مشکلی نیست نسبت پروردگار این. لیکن وقتی که انسان بدخواه می شود، چه نسبت پدر چه نسبت فرزند، همین بدخواهی خود انسان، چه فرزند باشد چه پدر باشد، بدخواهیش به خود اون انسان برمیگردد. بعضی میگن من فلانی رو کمک کردم و این کردم و اون کردم و نامرد دیگر 100 یعنی ملامت و 100 طعنه و 100 چیز منت میکند. و بعد گوی برادر اون رو تو کمک نکرده، تو خودت رو کمک کرده، فقط کمک کردگیت رو تباه مکن، برهم مده. فکر میکند که من اون رو کمک کردم. نه، خودت رو کمک کرده ای. یک نیازمند حاجتمند نزدت آمد کمکش کرده، یا فرزند پدر یا خاله بچه یا عمک بچه رو کمک کرده، بعد این رو منت طعنه مکنید، عموما به زبان نیارید. یکی از دانشمندان اسلام میگویند که میخواهید که سعادت دنیا و آخرت رو به دست بیارید، میخواهید سعادت دنیا و آخرت رو به دست بیارید، هرگز ناکام و بدبخت مشوید در حیات، در زندگی دو کار رو هرگز به زبان نیارید. کمک کردگیت اگر در ذهنت چرخ میزند میلش، لیکن به زبان نیار. در هیچ جا نگو که من فلانی رو کمک کردم، من این رو کمک کردم، من تو رو کمک کردم. بعضیو همون دامیاری که کمک میکنن 100 بار بعد بر رویشون میکشن، طعنه میکنن، دوست رو میکنن دشمن. هر کمکی که میکنید به خاطر خدا کنید، تو خدا اون رو برایتون برمیگرداند. وقتی که برای کسی میکنید اون کس معجز است. برای کسی نکنید، برای شخصی نکنید. هر نیکی میکنید از برای خدا کنید، حتی زنت باشد یا فرزندت باشد. این واجب ایمانی من هست که باید مناسبت نیک داشته باشم با همسرم. واجب ایمانی من هست همچون مسلمان باید نیکی کنم به فرزندم، نیکی کنم به یک بیچاره بینوا، به یک یتیم یا که به سرابان بینوا کم بضاعت. وقتی که این همه رو کردید به زبان نیارید. خدا شاهد است، تجربه کنید در روزهای نزدیک همین نیکی کردگیتون برای خودتون برمیگردد. وقتی که طعنه نمیکنید همین نیکی های کردگیتون در زندگی برای شما برمیگردد. اما طعنه کردید اون دوست دشمن میشود. یکم مسئله. دیوم مسئله، هر کسی عذر داد حوالهش به خدا کن، حتی دعای بدش هم مکن. همونی که ظلمت کرد بگو به پروردگار سپاریدم، تمام، پروردگار هدایتش کن. وقتی که نیکی کردت رو به زبان نمیاری، منت نمیکنی و ضرر دیگران رو به زبان نمیاری، پیشی رویش نمیکشی و که هرگز نمیگویی، در عوض این پروردگار سعادت دنیا و آخرت رو برایت میدهد. یک قناعتمندی، راضیگی، خوشنودی، سلامتی، سعادت دنیا و آخرت رو میدهد. این یگان شک و شبهه ندارد. این مسئله تجربه شده در حیات اثبات شده است. کتاب ها میگویند، کتاب های دینی، دانشمندان اسلام گفتند، هر روز با چشم سر میبینیم. این تربیه فرزند است. این رو به فرزندان برسانید، فرزندان رو تربیه کنید، فرزندان به تربیه نمانند، آواره و سرسون سرگردون نشوند، بدبخت نشوند. چرا که بدبختی و آوارگی فرزند سرسونی و سرگردانی پدر و مادر است. ناکامی فرزند ناکامی پدر و مادر است. کامیابی فرزند کامیابی پدر و مادر است. اگر دارنده ترین انسان در دنیا باشد، اگر دارنده ترین انسان در دنیا هم باشد،
لیکن فرزندانی تربیه کرده نباشد ناکامترین انسان در زندگی هست. این دورندگی به درد نمیخورد. انسان خانه آرام فرزندای تربیه کرده نداشته باشد هیچ چیز به دردش نمیخورد. تمام. فرزندان رو تربیه کنید. فرزندی تربیه کرده با آداب و اخلاق داشته باشید. فردا که پیری برجامانده شدید خور زیر پا نشوید. ندیدیم بعضی از انسان‌های را که رحم شفقت نسبت اهل زن و فرزندان نداشتن، پیر شدن. خدا نشان ندهد، خدا نشان ندهد. پیر برجامانده شدن، بیمار، اون هم از ظلم و ستم کردگیش پیش روی اون فرزنده و اون زن، همون برجامانده از گرسنگی میمیرد. یک پیاله چای گرم یا خوراکی گرمی نمیبردش، نمیدهدش. از گرسنگی مردگی چقدر هستم. ناکام در تربیه فرزند، اهمیت نداده در تربیه فرزند. تربیه فرزند عزت انسان است. فرزند نیک، فرزند صالح عزت و برکت و سعادت انسان در دنیا و آخرت است. حتی در روایت آمدگی است که انسان با نیکی های خودش مقام های در جنت صاحب شده نمیتواند مگر فرزندانی تربیه کرده داشته باشند که بعد سرش همیشه بگویند که اللهم اغفر لی و لوالدی. پروردگار رحمت و مغفرت کن پدر و مادرم رو. پروردگار پدر و مادرم رو از من راضی بگردان. پروردگار شاید در زندگی من آزارش داده بودم، تو از من راضیش بگردان. همیشه دعا و خیر و برکت در حق پدر زنده و پدر و مادر مرحوم. برای فرزند عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت میارد. برادران اهل اسلام، این بسیار یک اهمیت جدی دارد. اگر اهمیت جدی نداشته باشد، بعد از عبادت خودش پروردگار در نوبت دوم خدمت پدر و مادر رو میگوید. این نیکی به پدر و مادر است. خداوند عزوجل میگوید استعیذ بالله و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه. پروردگار تو را امر میکند که غیر از اون هیچ کسی رو پرستش مکن مگر پروردگارت رو، خالقت رو پرستش کن. بعد از پرستش پروردگار و بالوالدین احسانا، و پدر و مادر نیکی و نکوکاری خدمت پدر و مادر. بعد از عبادت پروردگار در نوبت اول این خدمت پدر و مادر، دعای پدر و مادر است. در تجربه و حیات زندگی شما دیدید انسانی رو که پدر و مادرش رو احترام کرده بود و خور شد؟ نیست، هیچ وجود ندارد، ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ بخاطر این وعده پروردگار است و پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار وعده خلاف نیست. پروردگار وعده خلافی نمیکند. هر انسانی که پدر و مادرش رو احترام کرده بود اون رو عزت دنیا و آخرت برایش میدهد. من یه مثال عادی بیارم، چطوری که میگن مثال مسئله رو روشن میکند. همین پیشوای ملت در حیات بودن پدرش که همسایه‌اش چند نفر شنیدم که چگونه پدر رو بالای یعنی آغوش میگرفت و میبرد و نوازی شد، احترام و دیگر. خدا رحمت کند، پدر گذشتند، خدا رحمتش کند. و مادرشون تا لحظه اخیر، حتی که وقتی که بیمارستان بردند، نه شب نه روز از بالای مادر دور نرفتن. حتی بعضی جلسه‌های مهم هم نرفتن، در بالای سر مادر تا لحظه اخیر یعنی خدمت این مادر رو کردن. این کامیابی هایی که انسان در زندگی میبیند و آمدهایی که میآید، انسانی که کامیاب میشود، برکت و عزت و سعادتی رو که پروردگار میدهد بیهوده و بی اساس نیست. خدمت میکند اون بنده که پروردگار خدمت بنده اش رو قدر میکند. برای همین من گفتم که یکی از صاحبکارای خیلی موفق و کامیاب در جمهوری، یکی از شاهدا گفتن که وقتی که بیر نماز میرفت میومد از سر و از پیشونی مادرش اوچه جون نوازیش میکرد، بوسه میکرد. هر که جای میرفت میومد اوچه جون دستش میمالید و بوسه میکرد. میگفت اوچهش میسید خودم دیدم. دعای مادر کامیاب میکند. برای کار انهی است. بعضی حالو خدچه می نویسن که دوملو برای کار دعا کنید که برای کار پدر و مادر برا پیشونی مادرت بوسه کن، دستی مادرت بوسه کن، پیشونی پدرت بوسه کن، دستی پدرت بوسه کن.
پدر و مادر رو راضی کن، برای کار رو بعد ببین، بعد سعادت و برکت و عزت رو ببین که چگونه پروردگار برایت میدهد. اگر اون پدر و مادر ناباب و ناجوگر هم که باشند، بگذار اون خودش جوابش رو میدهد، تو جوابگری اون نیستی. در قبر پدر و مادر رو از فرزندان میپرسن که تربیت کردی و نکردی، اما فرزند رو از پدر و مادر نمیپرسن. پدر و مادر رو از تربیت فرزند میپرسن که فرزندان رو تربیت کردی و نکردی، این نعمت رو ما به تو دادیم. پروردگار میگه من این نعمت رو به تو دادم، شکرانش و جا آوردی یا نه آوردی. اما فرزند رو از پدر و مادر نمیپرسن که پدرت چیکار کرد، مادرت چیکار کرد، چرا چنین کرد، چرا چنان کرد، چی کرد، چی نکرد، نمیپرسن. تمام. وظیفه تو این است که باید که پدر و مادر رو احترام بگذاری، با پدر و مادر احترام بگذاری. حالا زن رو از شوهر میپرسن، زن و شوهر رو و زن رو از شوهر نمیپرسن. یک چیز رو روشن کنم اینجا. بعدی که اون زن میگه تن نفسم بخشیدم، تمام مسئولیت خدمت پدر و مادر از ذمه و از گردن این زن ساقط میشود. همه خدمتش به شوهرش میرود. همه خدمت این زن وابسته میشود به شوهر. و شوهر رو از زن میپرسن که زنت چیکار کرد نکرد، و زن رو از شوهر نمیپرسن که چرا شوهرت این کرد یا اون کرد. یعنی همچنانی که وظیفه اساسی فرزندان یعنی احترام پدر و مادر است، و وظیفه اساسی زن احترام شوهر است. این رو خوب درک کنید. این معنی رو ندارد که بعد دیگر شوهر ظالم باشد، نه. و هر یک ظلم کردگی شوهر جواب میگوید نسبت زنش اگر ظلم کند. لیکن این مسئولیت است. حتی اگر پدر یا مادر بیمار باشد، اگر شوهر اجازه بدهد، این زن اختیار، یعنی در این صورت یعنی مسئول یا وظیفه دار می شود که برود خدمت پدر و مادر را کند. اگر شوهر راضی نشود، یعنی ضرورتی داشته باشد یا اینکه مجبور باشد که حالا بگید که نه خونه مشکلی ها داریم ولی صبر کن، در اینجا این زن عاصی نمی شود، گناهکار نمی شود، اما پسر گناهکار می شود. اگر پدر و مادر بیمار را خدمت نکند عاصی می شود، گناهکار می شود. اما اگر زن که حالا دختری همون مادر است یا دختری همون پدر است، پدر بیمار است، مادر بیمار است، این زن یا این دختر شوهر دارد، به اجازه شوهرش اونجا رفتن نمیتونه. باید رو خوب درک کنیم. این حکمت های زیاد داره، وقت امکانیت نمیدید که من شرح و تفصیل بدهم. فرزندان رو تربیت کنید. قرآن چی میگوید؟ قرآن میگوید که استعذ بالله ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. پروردگار ما فرزندان نیک هدیه نما. این آمدن فرزند هدیه پروردگار است، تحفه پروردگار است برای هر بنده مؤمن و برای هر انسان. این نعمت است. حالا چگونه فرزند بده که سبب روشنایی چشمم باشد، نه تاریکی چشمم، یعنی عزت و خرسندی هم باشد، نه خجالت و ناکامی هم. در جای دیگر میگوید که رب اغفر لی و لوالدی، پروردگار من را رحمت و مغفرت کن و پدر و مادرم را رحمت و مغفرت کن. قبل از این میگوید که پروردگار به من رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، پروردگار من را از بندگان نیکت و با من فرزندان نیکی نکوکار عطا فرمو. مستقیما بعدی میگوید که پروردگار و پدر و مادرم را رحمت و مغفرت کن. اینجا تفسیر اشاری است. میگوید که پروردگار میگوید بندم فرزندی نیک میخواهی، فرزندی نکوکار میخواهی، خود فرزندی نیک باش. خود فرزندی نیک باش، فرزندی نیکت بدهم. فرزندی بد شدی، فرزندانی بد میویند که آزارت میدهند. و خاطری که فرزندانت آزارت ندهند، پدر و مادرت را آزار نده. و بعضی فرزندان هم گفته پدر و مادر رو فراموش میکنند که من هم فرزندم، چگونه که من نسبت فرزندانم مهر دارم، پدر و مادرم نسبت من مهر دارن. هر چقدر میخواهی که فرزندانت نسبتت مهربان باشن، همون قدر نسبت پدر و مادر مهربان باش. خجالتشان مکن.
خرسندشون کن، خداوند عزوجل سعادت دنیا و آخرت رو برایت میدهد. دعا کنیم پروردگارو در این عصر فتنه و عصری که بدخواهان، گروه های بدخواه چقدر کشورها رو ناآرام کردند و جوانان رو بدبخت و ناکام کردند، پروردگار فرزندان ما و مردم کشور عزیزی ما رو از تمام این گزند و زیان و ضرر در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. آرامی و همدلی و همدیگر فهمی و دوستی و برادری رو از کشور ما و تمام مسلمانان پروردگار رو کم مکن، زیاده بگردان، سعادت دنیا و آخرت نصیب روزی بگردان برحمتک ارحم الراحمین.